روز 16 январ در پکین مراسمی با تنتنه افتتاح بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های اینفراساختاری برپا شد که از طرف شارحان همچون شهادت تلاش‌های چین برای نقشی مهمتر در تنظیم اقتصاد جهانی ارزیابی می‌شود. پرزیدنت چین سی جی پین در پیام تبریکیش وعده داد که بانک مذکور در تطبیق لایحه‌های اینفراساختاری بازارهای رو به ترقی آسیا سهم می‌گیرد. او علاوه کرد که کشورش برای تهیه برنامه‌های اینفراساختاری در کشورهای عضو این بانک از نقطه نظر رشد اقتصاد عقب مانده اند، خزینه برابر با 50 میلیون دلار آمریکا تشکیل خواهد داد. سرمایه آیین‌ناموی بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های اینفراساختاری به 100 میلیارد دلار یعنی نصف سرمایه آیین‌ناموی بانک جهانی مساوی بوده. سهامگذاران اساسی این مؤسسه عبارت از 57 کشور چین، هندوستان، روسیه، آلمان و کره جنوبی می باشند. رهبری بانک را سابق معاون وزیر مالیه چین جین لیکوین بر عهده دارد. در مراسم افتتاح بانک معاون اول کمیته دولتی سرمایه‌گذاری‌ها و رهبر اموال دولتی لوچین فیضولوف از نام تاجیکستان شرکت داشت. تاجیکستان ماه گذشته به عضویت این بانک قبول شده، همراه با روسیه، قزاقستان و ایران عضو یکی از 12 ریاست این بانک می باشد. شارحان بر این باورند که بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های اینفراساختاری رقیب بانک جهانی و بانک دیگر این منطقه بانک آسیایی رشد خواهد شد که زیر نظارت ژاپن یا خود ژاپن است. اما استیون گروک نایب پرزیدنت بانک آسیایی رشد به این عقیده موافق نیست. ما بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های اینفراساختاری را اصلا رقیب خود نمی‌بینیم و فکر ما منطقه آسیا و اقیانوس آرام با سرمایه‌گذاری‌های زیادی اینفراساختاری نیاز دارد. هر چه زودتر این سرمایه‌گذاری‌ها با منطقه آیند، همانقدر وضع منطقه بهتر خواهد شد. در آینده ما خیلی انتظار همکاری و هماهنگی با این بانک هستیم. وزیر مالیه لوکسمبورگ پیر گرامین تشکیل این بانک را همچون شهادت افزایش نقش آسیا در امور جهانی بررسی می‌کند. این یک تشبث نو است. ثانیاً این تشبث از چین یعنی از آسیا پیشکش شده است که نشان دهنده تغییر موازنه اقتصادی جهانی میباشد. رهبر بانک جین لیکوین میگوید چین در سال 2013 بنیاد این بانک را پیشنهاد کرده بود، ولی بسیاری ها شبهه داشتند که فعالیت آن مطابق با معیارهای بین المللی، زیست محیطی و اجتماعی راه اندازی خواهد شد. او می‌افزاید شامل شوی بریتانیا، ایتالیا، آلمان، روسیه و استرالیا نشان می‌دهد که اقدام چین مورد اعتماد قرار گرفت یا نه. جین لیکوین امیدوار است که در آینده شماره اعضای بانک بیشتر شده، سهم کشورهای عضو در رهبری این مؤسسه بین المللی مالی افزایش می‌یابد. بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های اینفراساختاری تصمیم گرفته است در آغاز به تأمین مالی لایحه‌های تولید نیروی برق، نقلیات و اینفراستروکتور شهرها توجه نشان دهد.